این دوتا شیلنگ داری پایین، اون دوتا جابجاست، جابجا وصل شده، اشتباه شده. حالا دیگه الان من یخساز رو میزنم، این که حالا آب از قبل الان خالی میکنه، این فکر کن یخ داره خالی میکنه. نه الان برمیگرده سر جاش، باید آب از اینجا بیاد تو قالب پرشه. درسته. چون شیلنگ جابجاست، عوض اینکه آب بریزه تو این، آب میاد از اینجا خارج میشه. درسته. ببین الان شیر برقی کار میکنه، ببین آب اینجا اومد، آب نباید اینجا بیاد، درسته. باید بیاد تو قالب یخ. درسته. حالا جابجاش میکنم. دوباره همین کار تکرار میکنیم، این الان خالی میکنم. ولی این سری دیگه آب اینجا میاد تو قالب یخ، شیلنگا سر جای خودش قرار گرفت. ببین آب الان آب از بالا میاد. درسته. آب اومد تو یخساز، فشار آبتون کم اومد دیگه، آب از اینجا نیومد. الان من لیوانه این پدالو بزنم، آب اینجا داره میاد تو لیوان دیگه، یعنی آب یخ سر